سلام به عزیزان همراه در سایت پدال. امروز یه ویدئوی جالب داریم از کانال رسمی مرسدس بنز که ویژگی‌های جدیدترین مدل سی کلاس رو معرفی میکنه. حتما میدونین که پرفروش‌ترین ماشین بنز در سطح جهانی سی کلاسه. این شرایط بیش از 10 ساله که تکرار میشه. ماشینی که در این ویدئو میبینین سی کلاس IMG با آستان قیمت $76,000. مدل پایه از سی کلاس جدید $42,000 قیمت میخوره. یعنی پرفروش‌ترین ماشین بنز 2 برابر پرفروش‌ترین ماشین تویوتا که کرولا $20,000 هست قیمت میخوره. امیدوارم این ویدئو جواب سوالات ما رو بده تا بفهمیم بنز سی کلاس نسبت به یک مدل ارزان‌تر مثل تویوتا کرولا چه مزیت‌هایی داره. نسل جدید از بنز کلاس سی با بدنه‌های مختلف تولید میشه که شامل سدان، استیت و آلترینه. مدل کوپه از نسل جدید هنوز معرفی نشده. بررسی سی کلاس را از فضای داخلی شروع می‌کنیم. طراحان بنز سعی کردن داخل خودرو راحتی بسیار بالایی برای سرنشین داشته باشه و همه چیز رو در دسترس راننده قرار دادن. این یک ماشین اسپورت با صندلی‌های ارگونومیکه. مدیران مرسدس معتقدن راحتی سرنشینان در سی کلاس جدید فراتر از دیگر خودروهای هم اندازشه. راننده این خودرو جدیدترین فناوری‌ها رو در اختیار داره. مثلا هر کسی که از ماشین استفاده میکنه میتونه پروفایل شخصی و تنظیمات اختصاصی داشته باشه. با حسگر اثر انگشت پروفایل فعال میشه و بعد سیستم ناوبری، سرگرمی‌ها و صندلی به حالت از پیش تنظیم شده تغییر میکنه. 7 نفر میتونن در سی کلاس جدید پروفایل داشته باشن. بعضی امکانات اس کلاس به سی کلاس جدید اضافه شده، مثل محیط راحت یا کامفورت زون که وقتی فعال بشه موسیقی آرام بخش و تم رنگی خاص در فضای کابین اجرا میشه. 64 رنگ برای نورپردازی داخلی وجود داره که همه اونها قابل شخصی سازی هستند. طراحی کابین خودرو حس یک سفینه فضایی رو به سرنشینان میده. سیستم صوتی بسیار با کیفیت از برند بروماستر با 15 بلندگو و قدرت 710 وات. این تجهیزات هم قابلیت شخصی سازی و تنظیمات دستی دارن. سی کلاس ماشین بزرگی نیست اما فضای بسیار خوبی برای سرنشینان عقب داره. مدل جدید راحتی بیشتری برای پاها فراهم میکنه چون نسبت به نسل قبل فاصله محورهای بلندتری داره. علاوه بر بهبود رابط کاربری در نسل جدید امباکس، پنل پشت فرمان دیجیتال هم برای اولین بار به سی کلاس اضافه شده. نسل دوم امباکس سرشار از فناوری‌های دیجیتال و امکانات پیشرفته است. کاربر میتونه پنل دیجیتال رو به سلیقه خودش تغییر بده. کیفیت تصویر و رزولوشن نمایشگر لمسی هم بهتر از تمام خودروهای دنیا در این کلاس بدن است. امکانات مرتبط با سیستم سرگرمی با کلیدهای لمسی روی فرمان قابل کنترل هستند. یه ویژگی مهم دیگه در نسل دوم امباکس رابط صوتی پیشرفته است که با زبانهای مختلف سازگاره. اینجا راننده از مرسدس میپرسه ساختمانی که سمت راسته چیه و سیستم بهش پاسخ میده که مجتمع نمایشگاهی مس مونخن یک مرکز 4 ستاره است که الان بازه. This convention center is called Messmunchen. It has a rating of 4 stars and is currently open. همینطور میشه از رابط صوتی مرسدس درباره تجهیزات ماشین سوال کرد. مثلا راننده میپرسه جعبه کمک‌های اولیه کجاست و سیستم پاسخ میده When delivered from the factory, the first aid kit is stored in the boot on the right-hand side. امباکس برای رانندگی در مسیرهای جدید و ناشناخته عالیه. راننده میتونه تصویر دوربین جلو رو به نمایشگر منتقل کنه تا استفاده از ناوبری آسان‌تر بشه. همین اطلاعات میتونه با سیستم نمایش روی شیشه یا هد آپ دیسپلی در اختیار راننده قرار بگیره. تمام مدل‌های جدید سی کلاس از سال 2021 همراه موتور 4 سیلندر با قدرت‌های متنوع تولید میشن که شامل مدل‌های بنزینی و دیزلی و پلاگین هیبرید میشه. در واقع مدل‌های بنزینی و دیزلی هم هیبرید هستن چون موتور برقی کمکی دارن. سیستم 48 ولت در بنز سی کلاس پیشرانه احتراقی رو هر وقت که لازم باشه روشن یا خاموش میکنه. مثلا موقع رانندگی در مسیر با سرعت ثابت، موتور بنزینی یا دیزلی از مدار خارج میشه تا مصرف سوخت کاهش پیدا کنه. وقتی که راننده ترمز کنه یا خودرو در سرازیری قرار بگیره، سیستم برقی باتری‌های خودش رو شارژ میکنه. تجهیز دیگه‌ای که به رانندگی نرم و راحت در سی کلاس کمک میکنه گیربکس 9 سرعته اتوماتیکه. این مورد برای تمام مدل‌ها ارائه میشه. چرخ‌های عقب هم در سی کلاس قابلیت فرمانپذیری به میزان 2.5 درجه دارن. همین میزان کم به فرایند پارک خودرو کمک میکنه. البته موقع رانندگی در مسیرهای مارپیچ هم مفیده.
طراحی نسل جدید سی کلاس با الهام از زبان طراحی مدرن در محصولات مرسدس بنز شکل گرفته. مدل 2021 طول و عرض بیشتری داره اما ارتفاع رو کاهش داده تا نسبت به نسل قبل اسپورت‌تر و جذاب‌تر دیده بشه. حالا خطوط روی بدنه سی کلاس رو قدرتمندتر نشون میدن و طرح جدید جلو پنجره تاکید زیادی بر لوگوی مرسدس بنز داره. سی کلاس جدید امکانات پیشرفته در بحث کمک راننده و ایمنی داره. وقتی سیستم فرمان فعال یا اکتیو استرینگ شروع به کار کنه، خودرو به صورت اتوماتیک در مسیر بین خطوط باقی میمونه. در مدل 2021 برای اولین بار سیستم فرمان فعال با دید 360 درجه حاصل از دوربین‌های دور خودرو ترکیب شده تا عملکرد بهتری داشته باشه و البته ایمنی رو افزایش بده. مثلا ترمز خودکار به خوبی با این سیستم هماهنگ شده و علاوه بر خودروها، دوچرخه سواران و عابران پیاده رو هم تشخیص میده. سیستم‌های ایمنی در مرسدس سی کلاس با چراغ‌های خودرو ارتباط دارند. علاوه بر کنترل شدت نور در شرایط مختلف، روشنایی خودرو میتونه طرح‌های متنوعی رو نمایش بده که بعضی از اونها برای افراد خارج از خودرو و بعضی هم برای هشدار یا مسیریابی برای راننده مفید هستند. سی کلاس با دوربین 360 درجه خیلی راحت پارک میشه و دید کامل به راننده میده. اپلیکیشن مرسدس می ابزار دیگه از مرسدس بنز که برای خریداران سی کلاس 2021 ارائه میشه. با این سیستم راننده میتونه از وضعیت فنی خود رو باخبر بشه یا حتی قرار ملاقات با مرکز سرویس و تعمیرات مرسدس بنز بذاره. اپلیکیشن مرسدس می امکانات جالبی داره. مثلا وقتی ماشین در اختیار افراد دیگه است، مالک میتونه از مسیر حرکت و مکان لحظه‌ای ماشینش مطلع بشه. حتی سرعت خاصی رو میتونه تعیین کنه تا وقتی خودرو از اون سرعت بالاتر رفت، اپلیکیشن هشدار بده. برای افرادی که خانه هوشمند یا اسمارت هوم دارن، کنترل بعضی امکانات داخل منزل از طریق سیستم انباکس داخل خودرو یا اپلیکیشن مرسدس می وجود داره. راننده میتونه کارهایی مثل باز کردن درب پارکینگ یا روشن و خاموش کردن ادوات گرمایشی و سرمایشی داخل خونه رو با فرمان صوتی از داخل ماشین انجام بده. Please open the garage door at home. Sure. I'll open the garage door. تصاویری که در این ویدیو دیدین مربوط به مناطقی از ایالت بایرن یا همون باواریای آلمان، حومه شهر مونیخه. امیدوارم مثل من لذت برده باشین. نظراتتون رو برامون کامنت کنین. متشکرم.